چیزی اون رو قل میده از جسمش بیرون و به طرف خودش میکشه. از جانب سر یه چیزی خودش میده و میاد بیرون و به محض اینکه میاد بیرون احساس سبکی میکنه. تمام جهان رو میبینه، تمام دنیا رو میبینه، کاملا درد ازش بیرون میره، دیگه هیچ حس دردی نداره. وقتی میاد بیرون میگه وای چقدر راحت شدم، تمام دردهای دنیوی از دست من گرفته شد، هیچ دردی رو احساس نمی‌کنم. روح‌ها بخش‌های مختلفی دارن. بعضی از روح‌ها هستن تجربیات معنوی دارن، بعضی هستن تجربیات معنوی ندارن. روح‌هایی که تجربیات معنوی دارن خیلی راحت‌تر به صحنه‌ها برخورد می‌کنن و راحت‌تر. یعنی روح‌های پخته شده هستن به نوعی. روح‌هایی که باز تجربه هم ندارند این احساس راحتی رو دارن به همراه سردرگمی لحظه‌ای. این سردرگمی هاشون حتی به روز هم نمیرسه. روح نظاره‌گر میشه، نظاره‌گر خانواده خودش میشه، نظاره‌گر جسم خودش میشه. وقتی میبینید شما دارید زجر می‌بینید، زجر می‌زنید، گریه می‌کنید، اونجاست که بیشترین آسیب به روح میاد، میخواد با شما ارتباط برقرار کنه، میخواد به شما دست بزنه، میخواد شما رو آغوش بگیره، بگه من راحت شدم، اینجا خیلی بهتره، اینجا فرق میکنه. میخواد این حرفا رو به شما بزنه، ولی شما انقدر غرق در گریه و زاری هستید، انقدر غرق در ماتم هستید که اصلا درک نمیکنید. ولی واقعیت امر اینه که اون روح نجات پیدا کرده. روح آزاد شده، احساس سبکی میکنه، به همه نظاره‌گر همه جاست و فقط میمونه و ما رو نگاه میکنه. از لحظه اول احساس میکنه روح یک چیز شبیه آهنربا رو میخواد ببره بالا، میخواد بره به سوی خداوند، همه از اون و به سوی او میرن. همه ما میدونیم، همه ما میدونیم که خداوند روحش رو در نظره میخواد بره پیش خدا، ولی چیزی که عذابش میده خانواده است. خانواده میاد اونقدر زجر میکشه که وای میسته که بتونی یه جوری آرامش کنه. فقط آروم کردن روح از یک طریق امکان داره. شما باید خودتون رو اول آرام کنید. سخته، همه ما به هر حال عزیزی رو از دست دادیم، فوق‌العاده سخته، ولی یه جایی باید کنترل کنیم که این روح که جدا شده بتونه بره پیش معبود، جایی که روزی همه ما خواهیم رفت. روح همین رو احساس میکنه. آگاهی روح نسبت به همه چیز یکسانه، احساس میکنه با هم میدونیم، ولی تمام هم و غمش، تمام نگرانیش زجرهای پدر، مادر، همسر.